سلام، به روان جهان خوش اومدید. تا حالا دقت کردیم بعضی از آهنگا از نظر فنی اصلا شاهکار خاصی نیستن، ولی کل دنیا باشون میرقصه. بعضی بلاگرها نه سواد خاصی دارن، نه تصویر حرفه‌ای، نه حرفای عجیب و غریبی میزنن، اما میلیون ها نفر منتظرن ببینن این آدم امروز چی میخواد بگه. بعد از اون طرف یه آدم باهوش، با استعداد، عمیق و کمالگرا سالها زحمت میکشه و هنوز دیده نمیشه. انگار دنیا برای بعضیا فرش قرمز پهن میکنه و برای بعضیا نه. منم یه مدتی فکر میکردم این موضوع یا ربط داره به شانس، یا ربط داره به پارتی، یا ربط داره به بی‌عدالتی این دنیا. اما وقتی که تحقیقات روانشناسی و علوم ارتباطات رو خوندم، فهمیدم یه راز عجیبی پشت این ماجرا وجود داره. رازی که اگه بفهمی شاید نگاهت به زندگی برای همیشه عوض بشه. و اون راز اینه: مردم عاشق کاملترین ها نیستن، اونا عاشق واقعی ترینان. ببین، شاید این عجیب ترین چیزی باشه که امروز میشنوی. مغز هیچ آدمی دنبال بهترین آدم اتاق نمیگرده، دنبال امن‌ترین ارتباط میگرده. برای همینه که یه وقتایی یه آدم خیلی باهوش وارد جمعی میشه، اما هیچ وقت اون توجه لازم رو به دست نمیاره، هیچکی دورش جمع نمیشه. ولی یه سری آدمای خیلی معمولی میتونن برعکس آدمای زیادی رو جذب خودشون بکنن، چون مردم قبل از این که تو رو تحسینت بکنن باید بتونن خودشونو در تو ببینن. تحقیقات برای این یه اسمم اومده گذاشته: اثر نقص دوست داشتنی. یعنی وقتی که زیادی بی‌نقص باشی گاهی کمتر دوستت دارن. عجیبه نه؟ ما عمرمون رو صرف کامل شدن میکنیم، در حالی که چیزی که جذب میکنه آدم ها رو اصلا کامل بودن نیست، انسان بودنه. لرزش صدات، اشتباهاتت، خنده های واقعی، تلاش کردنات و یه چیز دیگه. کمالگراها معمولا قبل از اینکه یه چیزی رو از خودشون انتشار بدن، یه اثری رو خلق کنن، 1000 بار فکر میکنن. اما آدمای معمولی تر خیلی راحت منتشر میکنن، دوباره منتشر میکنن، بازم منتشر میکنن و جهان چیزی رو میبینه که حضور داره، نه چیزی که توی ذهن یه نفری کامل شده. شاید بزرگترین تفاوت بین آدمای دیده شده و آدمای دیده نشده استعداد نباشه، شجاعت دیده شدن باشه. پس اگه امروز احساس میکنی که استعدادشو داری اما دیده نمیشی، شاید مسئله این نیست که کافی نیستی، مسئله اینه که زیادی منتظر کامل شدنی. جهان منتظر شاهکارهای پنهان نمیمونه. جهان با چیزایی ارتباط میگیره که جرأت ظاهر شدن رو داشته باشن. و میدونی قشنگترین قسمت ماجرا چیه؟ مردم عاشق نور وجود تو نمیشن چون تو بی‌نقصی، عاشق نورت میشن چون واقعیه. پس اگه آهنگی داری منتشرش کن، حرفی داری بزن، اگه رویایی داری قدم بردار، نه وقتی که آماده شدی یا نه همین الان. چون شاید چیزی که تو اسمش رو نقص میذاری همون چیزی باشه که یه نفر اونور دنیا به خاطرش باهات کانکشن برقرار میکنه. و شاید موفقیت پاداش کامل بودن نباشه، پاداش حاضر شدن باشه، پاداش این باشه که با تمام ترس‌ها، با تمام نقص‌ها، با تمام معمولی بودنت خودت باشی. دنیا بیشتر از آدمای کامل به آدمای واقعی نیاز داره.